بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگر خواهران عزیز، عذر که من میکروفون رو فراموش کردم. انشالله که صدا خوب باشد در شما هم در ثبت هم. امروز گفتیم درباره موسی کاظم صحبت میکنیم. موسی پسر جعفر صادق که از هفتمین امامان شیعه هستند و در نزد اهل سنت و جماعت هم مکانت خود را هم از جهت آبرو و اعتبار و هم از جهت علم دارند. پیش از همه به نامشان موسی و لقبشان کاظم اگر دقت دهیم، کاظم با عربی، ما کاظم میگویم با تاجیکی. موسی کاظم خواهران عزیز معنای کاظم یا کاظم معنایش عفو کننده می باشد، یعنی بخشنده. آن که هر کسی که در حقش ظلم کرد او را می بخشد. و در رفت زندگی این بزرگوار، این پیامبرزاده می بینید که چقدر یک شخصیتی هستند که دشمنان خود را با هدیه ها به خود دوست می کردن. موسی کاظم خواهران عزیز از یک جهت از بخشندگی مشهور هستند، گذشت می کردن، عفو می کردن. از جهت دیگر خیلی یک سرنوشت مظلومانه دارند، از اینکه اکثریت عمرشان در زندان گذشته است، آن هم در زمان هارون الرشید که سبحان الله هارون الرشید اگر از یک جهت با خلیفه عادل بودن مشهور است، از طرف دیگر به خاطر سلطه یا گفتیم به خاطر مقام خود، کرسی خود از ظلم هم خالی نبود. و موسی کاظم را در رفت سرنوشتشان میبینیم که زندانی هم شدن و بعد از این فرزندشان حتی گریز در مشهد امروزه وفات کرده هستند. خواهران عزیز، موسی کاظم از هفتمین امام شیعه ها یا گفتیم از ششمین نبیره حضرت علی و موسی می باشند از طرف حسین، که می توانیم بگوییم موسی کاظم پدرشان جعفر صادق، جعفر صادق پدرشان، محمد باقر پدرشان، علی زین العابدین پدرشان حضرت حسین می باشند و حضرت حسن بعدن حضرت علی. درباره امام موسی کاظم بعضی از لقبشان خواهرا عبد صالح هم می باشد، بنده صالح، از اینکه تمام عمرشان وقت زندانی بودن با عبادت گذشته است. و عجیبش این است که بعضی کتاب ها میگوید موسی کاظم از اینکه اکثریت عمرشان در زندان گذشته است همسر نداشتند و فرزندانی که دارند از کنیزهایشان بود. خیلی میدانه در آن زمان کنیز بود و تا همون 100 سال پیش هم کنیز غلامداری و کنیزداری بود و با کنیز خود وقتی که نزدیکی میکرده و او فرزنددار میشد، الکی وی بعد از مرگت آزاد میشد. اکثریت فرزندهایی که دارن از کنیزانشون میباشند. موسی سال 128 در مدینه تولد میشوند و وقتی که تولد میشوند خیلی که گفته بودیم جعفر پدرشان از علمای مشهور زمان خود بودند که حتی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه همراه جعفر نشستند و گفته بودند که در فقه کسی را من مثل جعفر پسر محمد باقر ندیدم. و از اینکه از پسر عالم به دنیا آمدن، مذهبی در شیعه ها مذهب مشهور جعفری هست. مذهب جعفری اکثریت کتاب هایشان از همین موسی کاظم روایت می شود و موسی کاظم در مدینه زندگی می کردند. اطرافشان همیشه شاگرد هایشان بود و هر وقتی که در آن زمان چه خیلی پیشتر گفته بودیم برای اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المال مسلمان ها از خزینه پول جدا میکرد و خیلی ثروتمند بودن، پول زیاد به دستشان می آمد، ولی همراهی برده خود یا غلام خود خوراک می خوردن و کسی به نزدشان می آمد به دست او مقدار زیادی از مبلغ و از مال می دادن و از همین هم عبدالصالح هم لقبشان هست، یعنی بنده صالح هست. و شبها وقتی به
مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل می شدن، بعضی از اطرافیانشون میگویند با گریه و با دعا وقتی سر در سجده میموندن دعا میکردن، یعنی در سجده در شبها زیاد این دعا رو میکردن: از ذنب عندی، پروردگار گناه های من خیلی بزرگ هستند، فلیحسن العفو من عندک، تو باشی با بهترین بخشندگی آن را ببخش، تو اهل تقوا و اهل مغفرت هستی، یعنی تو اهل تقوا و اهل مغفرت هستی. زیاد این دعا را میخواندن. یک نفر اینجا محمد پسر عبدالله بکری هست، میگوید من میگوید باره به مدینه آمدم، خیلی قرضدار بودم، سپس به من گفتند که برو به نزد موسی کاظم که مرد سخاوتمند است. به نزد موسی کاظم آمدم، وقتی درش را کوبیدم از خانه برآمد که در یک طبق خیلی کهنه خوراک میخورد همراه غلامش و به من بگفت تو هم بفرما با ما خوراک بخور و همراهشان خوراک خوردم. بعد از خوراک خوردن از من پرسید که چی چیز تو را به اینجا آورد؟ گفتم قرضهایم به نزد شما آورد. و از من پرسید که چقدر قرض داری؟ من گفتم تقریبا 200 تنگه طلا. میگویند بعد از این به دست من خلطچه دادن. بعد از بیرون برآمدن کشاده دیدم که در داخلش 300 تنگه طلا هست، یعنی زیادی بر قرض من به من پول دادن. و یک نفر دیگر عیسی پسر محمد ابن مغیث او میگوید و خواهران عزیز، هر چیزی که برای شما درباره این امامان بزرگ میگویم فقط از کتاب اهل سنت و الجماعت است که مبادا طعن نشود که مسلم نور محمدی در درسهایش از کتاب‌های شیعه استفاده میبرد، هم از سیر اعلام نبلا که امام ذهبی خیلی مشهور هستند و هم از تاریخ بغداد که صاحبش خطیب بغدادی یکی از علمای عصر آخر عصر 3 و 4 مشهور اهل سنت می باشند. از همین زیادی از 2 کتاب مشهوری که هر دو هم در نزد اهل سنت و جماعت معتبر هستند برایتان میخوانم یا برایتان ملخص میکنم. و گفتیم در سخاوت کردن مثل بابای بزرگشان زین العابدین خیلی مشهور بودند و حتی میگن چرا لقبشان کاظم است؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میگوید الله اهل تقوا و مؤمنان حقیقی کظم غیظ میکنن، یعنی وقتی خیلی غضبشون آمد، خیلی بالایشان ظلم شد، میبخشن، از مردم گذشت میکنن. موسی رو چرا کاظم میگوین؟ میگوین یک نفر بود که خود رو خیلی از پیروان حضرت عمر میدانست، همین گونه میدانست و نسبت امام موسی کاظم بر علا دشنام میکرد. چند بار شاگردان امام کاظم که همیشه اطرافشان پر از شاگردانشان بود به امام موسی میگویند که استاد به ما اجازه دهید ما ادب این را بدهیم، یعنی جزای این نفری که اینقدر شما را دشنام میکند، صدا بلند میکند بدهیم. موسی کاظم میگویند نه، او را جزا ندهید و به من جایش را بگویید در کدام مکان است. شاگردها میگویند که دورتر از مدینه یک بستان بزرگی دارد، زمین زراعتی دارد. موسی کاظم به اسب خود سوار میشوند و روانه میشوند نزد همان نفری که همیشه چی میکرد؟ موسی کاظم را دشنام میکرد و میروند و میبینند که در مابین باغش هست مشغول زراعت. با اسب خود از به درون علف ها داخل میشوند و میروند. از دور صدا کردن میگیرد که به داخل باغ من نه آی، تو داری علف ها رو زیر پا میکنی. خیلی صدا بلند کردن میگیرد، باز دشنامم میکند. موسی کاظم پیشش میآیند، سلام میدهند، یک دو کلمه میگویند که او میخندد، یعنی کلمه های شوخی. بعد از این میگویند اکنون به من بگو ای فلانی، من حاضر با اسبم باغ تو رو زیر پا کردم، لگتش کردم، یعنی تو چقدر زیان دیدی؟ او میگوید تقریبا 150 درهم و موسی کاظم به دست او 300 در بعض روایت ها 500 تنگه میدهند، یعنی 3 برابر همون چیزی که او میگوید به دستش میدهند و بر میگردند. در روایت آمده است که وقتی موسی به دست او این پول زیاد رو میدهند و همراهش خنده کرده صحبت میکنند،
بعد از پول را به دست گرفتن میگوید قسم به الله تو از فرزندان پیامبر هستی، یعنی تو آدمی عادی نیستی با این اخلاقت که این همه تو را دشنام کردم، این همه بدگویی کردم، باز خودت آمدی به داخل باغ من، خودت مرا یافتی، باز به دستم اینقدر پول زیاد دادی. بعد از این موسی برمیگردند به مسجد پیامبر که در آنجا نشسته در حلقه درس میدادند. همین مرد به مسجد می آید و می بیند که موسی کاظم نشستند، اطرافشان شاگردها. از دور ایستاده می گوید الله اعلم حیث یجعل رسالته، الله داناتر است، او می داند که رساله خود را، علم خود را، پیامبری خود را، یعنی این مقام و منزلت را به کی دهد. تو که ارزنده هستی به این منزلت و به این مقام، از این خاطر تو فرزند پیامبر هستی. شاگردان موسی کاظم میگن چی شد تا 2 روز حقارت میکردی، دشنام میکردی؟ او میگوید من چیزی از این موسی دیدم که از کسی ندیدم. سپس موسی کاظم به شاگردانشان میگویند عزیزانم ببینید این بهتر است یا اینکه او را جزا بدهیم، ادبش را بدهیم، دشمنی را دوام دهیم؟ بهتر نیست که وقت شرایط داشته باشیم، امکانات داشته باشیم، دشمنان خود را این گونه به دوست تبدیل دهیم؟ این اصلا خریدن یک نفر نه، اخلاق خودت را، کی بودن خودت را به یک نفر آشکار کردن است. یعنی از این هم نامشان را چی میگویند؟ کاظم میگویند که حتی دشمن خود را، آنی که دربارهشان بدگویی میکرد، با هدیه های زیاد دادن و به او رحم کردن که از این راه برگردد، این گونه گذشت میکردن. قصه های موسی کاظم درباره سخاوتمندیشان، درباره پول های زیاد به محتاجان و حتی به دشمنان خود پول های زیاد دادنشان خیلی زیاد است. خواهران عزیز، به گفتن تمام نمی شود. بیایید برویم به قصه زندانی شدنشان. در درس گذشته بود، خطا نکنم، گفته بودم خواهران عزیز که وقتی امروز یک عالمی را در زندان میبینیم، یک عزیز پروردگار را در پس پنجره میبینیم، در عذاب و در مشقت میبینیم، به یادمون قصه فرزندان پیامبر، نبیره های پیامبر آید که عالم صالح اهل عدل و انصاف داخل زندان شدن. این یک حادثه جدید نیست، یعنی این چیزی نو نیست، این بود از اول بود. برای همین در قرآن پروردگار از یوسف زندانی صحبت میکند، از پیامبرش، و در تاریخ میبینیم که چقدر بزرگان بعد از مرگ پیامبر، حتی آنهایی که در رگ و پیوندشان خون پیامبر بود، خون علی و فاطمه بود، به خاطر منصب و به خاطر کرسی چند نفر، اگرچه هیچ طمع نداشتند، داخل زندان شدند و چند نفر حتی گردن زده شدند، مثل حسین شهید و حسن شهید که الکی گفته گذشته. میگویند موسی در زمانی که خواهران عزیز موسی کاظم بود، زمان خلافت هارون الرشید و پدر هارون الرشید و بابای هارون الرشید، هادی و مهدی و اینها بودن. و خیلی توصیه میکنم علل خصوص خواهرانی که خود را طالب علم میگوید ما در طلب علم هستیم، ما سال هاست که دست به قرآن هستیم، دست به کتاب هستیم، حتما به تاریخ نگاه کنید. وقتایی که خالی ماندید، حاضر الحمدلله فیلم های هستن مانند حضرت عمر، مثلا درباره حجاج فیلم است، درباره احمد ابن حنبل است. عموما اگر کتاب خوانده نتوانید هم حداقل به فیلم های تاریخی نگاه کنید که از تاریخ خود تا خبردار نیستیم، ما درست حکم کرده نمیتوانیم، ما درست شریعت را و زمان خود را با آن زمان مقایسه کرده نمیتوانیم. وقتی که زمان حضرت موسی بود، وقتی شورش های زیاد بود، یعنی آنهایی که پیروی حضرت حسن و حسین و خصوصا در کشته شدن حضرت حسین خود را گناهکار می دانستند، خیلی زود به خلیفه آن زمان، به هارون الرشید و پدرش و اینها شورش کرده می استادن و این شورش ها را بعضا گمان می کردن که همین اهل بیت پیامبر هم به آن دست دارد، در حالی که آخر حسن خود کرسی خود را دادن، از کجا این دیگر فرزندان حسین دست بزنند به شورش و به کرسی طلب کردن. و وقتی که در زمان
پدر هارون الرشید در زمان هادی می شود یک شورش چیز دیگره امر میکند که ببخشید در زمان مهدی، هادی از اینا کلانتر است، محمدی مهدی میگوید بگیرید کی را، همین موسی کاظم را بیاورید بغداد به عراق و در اینجا زندانی کنید و زندانش میکنند حضرت موسی را که تقریبا در این وقت حاضر اگر از بالا نگاه کنیم 30 ساله 31 ساله بودن و میگوین همین محمد مهدی پدر هارون الرشید است. وقتی میگوین زندان کرد چند وقت در خواب میبیند که به نزدش حضرت علی می آیند و میگوین یا امیر المومنین، در روایت ای محمد، و این آیت را میخوانند فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم، در حقیقت شما گناهگار هستید وقتی که روی گردانیدید از دین پیامبر، از قرآن سنت و در روی زمین فسادکاری کردید و سیله رحم خود را پاره کردید. یعنی میگن تو از جهت عباس به مخش تبار هستی، چگونه میتوانی این اهل بیت مرا زندان کنی؟ وقتی در خواب حضرت علی را میبیند که خیلی میدانید موسی به حضرت علی نبیره میشوند، نبیره یعنی از طرف فرزندی ششمی نفر هستند، یعنی عبیرشون. وقتی که این خلیفه این خواب رو میبیند که حضرت علی آمده دارن میگویند آیت سیله رحم رو میخونند، ترسیده از خواب میخیزد و همین قصه رو وزیرش نقل میکند و زود میفرماید که بیروید و موسی رو بیاورید. و وقتی موسی کاظم رو از زندان گرفته می آیند، موسی کاظم رو به آغوش می گیرد، بخشش می پرسد، می گوید در خوابم علی آمد، در خوابم امیر المومنین علی آمد به من این آیت رو بخوان، من از تو عذر می پرسم و به من شنیدم که تو ضد من و ضد پدرم و کرسی من شورش برداشتی، از این خاطر من تو رو زندان کردم. حضرت موسی کاظم میگن من اهل این کرسی ها نیستم، من اهل شورش نیستم. آخر فقط اهل علم بودند و برای تبلیغ دعوت کار میکردند، دیگر عموما نه به کرسی کار داشتن نه به خلیفه و دیگر. بعد از اینکه این رو میشنود از زبان موسی، به دست موسی 3000 تنگه طلا میدهد. یک تنگه طلا خواهران عزیز تقریبا 4.5 گرم طلا میباشد، یک دینارش، یعنی 3000 از آن تنگه 4.5 گرمه طلا میدهد و میگوید الان میتوانی به مدینه بروی. از مدینه آورده زندان کرده بود و به مدینه روان میکند که همون شب موسی راه سپار میشوند به سوی مدینه. بعد از این با احترام و با عزت در مدینه زندگی را دوام میدهند تا اینکه هارون الرشید پسری همین محمد مهدی، هارون الرشید مشهور رو همه میشناسید، از صالح ترین خلیفه بنی عباس می باشد. هارون الرشید می آید و خلیفه می شود و هارون الرشید خیلی علما رو احترام میکرد. حتی 2 فرزند خود را نزد امام مالک برده مانده بود که در نزد این زانو بزنه درس بخوان. هارون الرشید با جمع علما و شخصان آبرودار حج میکند و به نزد قبر پیامبر می رود و میگوید با فخر میگوید السلام علیک یا عمه، سلام به تو ای عمویم، چون هارون الرشید اینها از فرزندان عبدالله ابن عباس می باشند، یعنی از نبیره های. بعد وقتی که موسی کاظم میگویند السلام علیک یا ابتی، سلام به تو ای پدرجان، یعنی به قبر پیامبر نگاه کرده این رو میگویند، هارون الرشید تو بالای من فخر کرده ایستاده ای میگوید و می آورد و زندان میکند و میگویند در زندان یکم بار وقتی زندان میکند آزاد میکند، بعد با دویم بار زندان میکند و در بعض روایت ها یک زندان معمولی عادی نه و یک خانه یک نفر را سندی بود خطا نکنم و او میگوید در خانه تو زندانی بشود. و روایت هایی که درباره امام کاظم آمده است میگویند خود زندانبان خیلی امام کاظم را عبادت و آن تقوایشان را دیده احترام میکرد و تمامی
شرایط را برای امام کاظم مهیا کرده بود که در داخل زندان هم بنویسند، هم با علما روبرو بشوند، هم شاگردانشان بیاید و بروند. همون حتی میگن خواهر همان زندانبان که از اهل تقوا و مسلمان قوی بود، همچون خدمتگار در خدمت امام موسی بود برای خوراک آوردن و لباسهایشان را شستن و اینها. میگوید از نماز بامداد شروع میشد عبادتشان تا سحر دیگر، فقط یک کم خواب میکردن پیش و پیش نماز پیشین. تمام شب عبادت میکردن، نماز ظهر رو هیچ ترک نمیکردن. بعد از نماز ظهر پیشین، بعد از پیشین عصر، بعد از عصر شام، بین شام و بین خفتن هم نمازهای زیاد داشتن و دیگر بقیه تمام عمرشان را بیچاره امام موسی در همان زندان هارون الرشید در بغداد در عراق امروزه میگذرانند. و گفتیم زندانبان خیلی احترام میکرد، از این جهت با علما رفت و یعنی علما به زیارتشون می آمدن. در بعضی روایت ها یک مدتی که بیرون از زندان هم در بین شده بودن، تا تقریبا 300-400 عالم همراهشان نشسته صحبت کردگی هست. و یحیی ابن معین یکی از شیخ‌های مشهور امام بخاری هست که میگویند من خودم با موسی نشستم که او انسان ثقه است، او اهل علم است، او اهل اعتماد است در مسئله حدیث گفتنش. و همین گونه موسی کاظم با آن همه علم، با آن همه آبرو و احترام، اگرچه چی خیلی گفتیم خونی فاطمه و علی در رگ و پیوندشان هست، در سنی 53 در بعض قولها 55 سالگی در زندان وفات میکنند. در کتاب های شیعه آمده است که امام موسی کاظم را هارون الرشید زهر میدهد، یعنی با زهر کشته میشود. برای همین 55 ساله یا از آن کمی جوانتر میمیرند. اما در کتاب های اهل سنت آمده است که با زهر کشته شدن موسی کاظم یگان دلیل قطعی نیست. شاید هم که یعنی احتمال باشد لیکن دلیل قطعی نیست، لیکن در کتاب های شیعه ها این گونه آمده است. با همین خواهران عزیز، این هفتمین امام تشیع یا اهل شیعه یا مذهب شیعه که خیلی دیدید در نزد اهل سنت و جماعت هم خیلی آبروی زیاد دارند، میمیرند یا گفتیم به شهادت میرسند در داخل زندان. و بعد از این می آییم به پسری حضرت موسی که الان نصیب کرده باشد درس دیگر میخونه. ولی از زندگی حضرت همین موسی کاظم خواهران عزیز همیشه باید پند بگیریم. یک درس بزرگش این است که ایشان دشمنان خود را با هدیه به خود دوست میکردند، مادامی که آن طرف مسلمان است و از روی جهالت و تعصب بعضی کارها را میکند. دومین اگرچه در داخل زندان بودن، عبادت خود را و علم خود را دوام دادن، یعنی به هر صورت نگاه کردند و علم خود را دوام دادن. و بعضی خواهرانی هستن که میگن ما خیلی شرایطی وزمین داریم. انسان وقتی که علم آموختن میخواهد در همه شرایط هم میتواند صاحب علم باشد. سال 186 هجری دیگر امام موسی کاظم وفات میکنند، رحمت الله علیه و رحمت الله علی آل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم.